تنها گروهی که منسجم طرفدار وطن ایران، مردم ایران و تمام جهان رو مردم ایران میدونه این نهضت سپید و صلح جهانی است و تنها گروهی که مستقل از این دجالانه و شبانه روز کف خیابون فریاد نجات و آزادی رو ادامه میده همین بچه ها هستن. همین جایی که 92 میلیون تو ساکت هستید اینا اینجا دارن صحبت میکنن. اینا تو کف خیابون بودن، اینا کشته شدن نه برای بنزین و تخم مرغ، نه برای روسری، برای نجات. اون روزم اینا نمیذارن. حالا این دستور رو ما دادیم. 2:06 ظهر لاس وگاس هست، 12 نوامبر 2025. اینم ساعت دستور رو دادیم. اثراتشو ببین. ایرانی، تاجیک، افغان نمیخوای طالبان بره، بنده برش میدارم. فارسی زبان، ترک زبان میخواد بیاد من ترکی صحبت کنه، ترکی هم بلد. انگلیسی زبان میخواد بیاد، انگلیسی زبان بیاد با من صحبت کنه. حالا زبان آدمیزاد بلد نیستید اشکال نداره، ما زبان شما رو یاد گرفتیم، بیاد با ما صحبت کنید اگه میخواید نجات پیدا کنید. در غیر این صورت 8 میلیارد رو بنده معرفی میکنم به اسرائیل. اگر کسی باقی موند صلح جهانی.